everybody, welcome to my channel. My name is Susan and today خیلیش کنیم. سلام، سوزان هستم. به چنل من خوش اومدین. امروز میخوام یه تور دانشگاهی بذارم براتون و از دانشگاه، از محیط دانشگاه براتون ویدیو ضبط کنم. امیدوارم برای کسایی که میخوان تازه اپلای کنم برای این دانشگاه به درد بخوره. هوا چقدر قشنگه امروز. خب این دانشگاه نیرست قبرس است که به جرئت میتونم بگم یکی از زیباترین و خوشمنظرترین دانشگاه‌های قبرس هستش. حالا رنکینگ خوبی که داره به کنار، واقعا شما اصلا طبیعت رو نگاه کنید، محیط رو نگاه کنید، اونقدر طبیعت و معماریش زیباست و امکانات خیلی کاملی مثلا زمینای بازی، زمینای نمیدونم تنیس، بسکتبال و این چیزا، همه چی اونقدر کامل داخل دانشگاه شما اصلا نیاز پیدا نمی کنید از دانشگاه بریم بیرون. به خصوص اگه از لوژمان ها و از خوابگاه‌های خود دانشگاه استفاده کنید که دیگه به طور کامل از دانشگاه نمیرید بیرون. محیطش اونقدر کامله و برای دانشجویی که تو سن کم مثل 18-19 ساله ها مهاجرت میکنن واقعا به نظر من یکی از بهترین انتخاباست، چون توی سن کم یه خورده سخت آدم خودش رو تطبیق میده با محیط. حتی ببینید ما موزه هم داریم و یکی از جالب‌ترین چیزا این بود که داخل دانشگاه موزه ببینم. دیگه اینجا نای ندارم تکون بخورم، از پس کل دانشگاه این ور اون ور رفتم که ویدیو ضبط کنم براتون. پیج منو سابسکرایب کنید و ویدیوهای بیشتری براتون بذارم.